درود دوستان، چطوری؟ من پارسا هم و امروز اومدیم با یه ریاکشن ویدیو دیگه. امروز اومدیم با بند یک. این کانال، این چنل تا الان ما ازش ویدیو نساخته بودیم. من میشناختمش، نگاش میکردم، بقیه یوتیوبرها هم ویدیو ازش گذاشته بودن. این اولین ویدیو بند یکی ماه. حالا برای اون کسایی که نمیشناسن بند یکو، تو اول اینکه اون پایینم چنل یوتیوبشون رو زده، دیگه نمیخواد من هی بگم و چه به انگلیسی چه فارسی بنویسید بند یک ویدیوهاشون رو میاره، بزنید رو لینک ویدیو، میتونید وارد چنلشون هم بشید و از اونجا حمایت کنید ازشون. حالا برای اون کسایی که با بند یک آشناییتی ندارن و ویدیوهای من حالا دیدن، میتونم یه دیتایی بهشون بدم از این ویدیو قبل از اینکه شروع بشه. این ویدیو یعنی بند یک همین انیمیشن سازه، مثل ماتریکس شو که ازش ریاکشن ویدیو رفتیم، ریاکشنش رو رفتیم، ولی خب یه سبکشون یکیه ولی یه چیزایشون متفاوته دیگه. انیمیشن سازیشون یکی هم متفاوته. الان حالا اومدیم با چی؟ جنگ جهانی ایران و اسرائیل، رپ بتل ایران و اسرائیل. فکر کنم رئیس جمهوراشون دیگه. ما اول لایک این ویدیو رو میزنیم، پس شما هم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. همین اینجا اومده، الان دکمهشو بزنید و سابسکرایب کنید. بزنیم بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بریم ببینیم بندگی کیو چیکار کردن دیگه. Let's go. سلام، خوش اومدید به جنگ جهانی بتل بند یک بین نتانیاهو از رژیم قاصد بیشرف صهیونیستی فلان شده و پزشک لندر از ایران. پزشکیان فکرشو نمی کردی نه؟ وای، میدونید الان چرا مکس کردم؟ این ویدیو فکر کنم برای 2 روز پیشه، نمیدونم، فکر میکنم برای 2 روز پیشه این ویدیو و اون موقع هنوز خبر فوت بچه‌ام نمیدونم ریاکشنشو بگیرم نگیرم. وای، نمیتونم توضیح بدم، خودتون فکر کنم باهوش باشید میگیرید. پزشکیان فکرشو نمیکردی نه، اینو آشنا میگفت و الان خب مادرش فوت کرده. حالا یه شوخیه ولی خب کاشکی الان این تیکه رو نمیدیدم، اینجوری بگم. و پزشک لندر. بگذاریم اصلا بل کنید، از این بحث بیایم بیرون. من تسلیتم تو ویدیو قبل گفتم، بازم همینجا میگم. حالا این باز با مادرش که کاری نداشت، ولی خب بازم میگم قبل از اینکه این خبر برسه به دست ما بوده دیگه. بعدش بود اونجا دیگه خب من دیگه ریاکشنی از بنده یک نمیگرفتم، ولی خب قبل از ایران. پزشکیان فکرشو نمی کردی نه؟ رو با مکار فکرشو نمی کردی؟ رئیس جمهور شدی با فدای علکی، هنیه رو زدیم یه سنگ به ما نزدی. میگی نیستی دنبال جنگ توی منطقه، اگه بودی هم خب برا ما نبودی عدد. تازه اولش قصد کوله و سیا رو میخوام، دنیا جز یهودی چیزی نداره نیاز. صدات بلنده مثل تبل تو خالیه، یهودو به خود بزنی محتومی به ایران. موشکاتون تایم داره کی میاد؟ پس میام تهران میگیرم تو هتل اسپیناس عکس. مثلا اوج اینکه بگه من چقدر خفنم این بود، میام درام میگیرم تو هتل اسپیناس عکس. البته رونالدو هم اومده اونجا، بیا بگیر حتما. تازه اولش غزه که هیچی، کل آسیا رو میخوام. دنیا جز یهودی چیزی نداره نیاز. چرت و پرت محض. بریم فانه دیگه، نمیخوام واقعا جدیش کنم. میگی نیستی دنبال جنگ توی منطقه، اگه بودی هم خب برا ما نبودی
تازه اولش قز کوله و سیارو میخوام دنیا جز یهودی چیزی نداره نیاز صدات بلنده مثل تبل تو خالیه یهودو به خود بزنی محتومی به ایران. واو لاتیشو برگرده. رئیس جمهور اسرائیله؟ من نمیشناسم. برا ما نبودی عدد تازه اولش قز کوله و سیارو میخوام دنیا جز یهودی چیزی نداره نیاز صدات بلنده مثل تبل تو خالیه یهودو به خود بزنی محتومی به ایران موشکاتون تایم داره کی میاد پس میام تهران میگیرم تو هتل اسپیناسه. یه اولشو نخوندم البته، یعنی نشیدم خوندن که خیلی مهمی. موشکاتون تایم داره کی میاد پس. این قضیه رو من براتون شفاف سازی میکنم. چند تا موشک ایران فرستاده بود به سمت اسرائیل. حالا نمیخوام خیلی باز کنم ولی این یه تیکه رو یه پرانتز کوچولو میزنیم باز میکنیم. آره فرستاده بود. حالا یه تایمی داشت بگم 12 ساعت چند ساعت که برسه به اسرائیل، ولی مثلا موشک‌های اسرائیل 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت اینا طول میکشید برسه به ایران، ولی همونم نرسید. من اینجوری فکر میکنم، یعنی همونم نرسید که داره اینجوری میگه دیگه، چون دقیق یادم نیست ولی فکر کنم یه همچین چیزایی یادم باشه. یه موشکاتون تایم داره کی میاد پس. آره قافیه‌هاش هم خیلی خوب چیدن. کلا ماتریکس شو با بند یک اون گروه دوتاشون واقعا رپرن، فکر کنم یه رپری آوردن چون واقعا خیلی خوب قافیه میبندن. چفت قافیه ها. یهودی چیزی نداره نیاز صدات بلنده مثل تبل تو خالیه یهودو به خود بزنی محتومی به ایران موشکاتون تایم داره کی میاد پس میام تهران میگیرم تو هتل اسپیناسکس از موشک شبونتون میگی ته تردیدتون تو صف پمپ بنزینا هست میزنه تیتر وارونه کیهان شب حمله کنیم صبح زیر پامون تهران. اوه دیگه اینجوری هم نیست داداش، نخندونمون. میگم فانه، من نمیخوام الان چیزی بگم. حالا این شوخی هم میکنم الان یکی میاد نه تو نمیدونم فلانی بساری دیگه، خودتون میدونید دیگه. واقعا فانه، جنبه فان داره. از موشک شبونتون میگی ته تردیدتون تو صف پمپ بنزینا هست میزنه تیتر وارونه کیهان شب حمله کنیم صبح زیر پامون تهران مردمتونم که پشت کشور نیستن سهمشون از نفت فقط باتومه ای وای خود رئیس جمهورتون فنم انگار پانچام برات پر ضرر بیتام هر کیو نخواهیم که سریع تمومه نمونه شد دیدید وسط تهران کشتی گیراتون همشون شام و تزریقی 4 سال بعد و نمیبینی کاکو تقریبی نمیتونه گنبد آهنی گم کنه یه دونه حتی از پانچام و رهگیری رد میشه شمشیرم از تو زره سرد دیده موشکا رو پشماشو درد کرده میدونه همه تو دیکتاتوری ولی من معروفم بیشم وطنم پزشک لندر کاری نکن موشکو بکنم ارسالش چیزی که میبینی تو خواب تهرانه یه ایرانی نداره با هیچ عهدی شوخی و تلافی و میکنیم یه هما با خود یکسانش بخوای شاخ بهش میدی تلفات کثیر شاید باشه واسه طرفام عجیب هر کسی واسه ماها قدمود کرد و کردیمش افقی صدام یزید برادرمون تو نوار و کشته پر باز ببندی پوشکا رو پشت هم وقتی شب میشه میبینی بالا سر جا ستاره ها موشکا رو گل بزد. یه جایش هم دیگه خودتون فهمیدید، یه جایش که کلن داشت پزشکیان میخوند زیرنویسی چی نداشت، نوشته بود نمیدونم تست نمیدونم چی انگلیسی نوشته بود. بعدش هم الان یه جایی با متن همخوانی نداره، اینو من بدم میاد واقعا. بنده یک بعید بود ولی شاید هم یه چیزایی داره که واقعا این کارو میکنه. حمید صفت چرا انقدر هیچی همون تو نوار و کشته پر باز ببندی پوشکا رو پشت هم وقتی شب میشه میبینی بالا سر جا ستاره ها موشکا رو گل بزد لای دندونمون مثل چیپس بری نمیگذرم من ازتون دیگه این سری
ببین یه بار دیگه بخوای دیس بدی میکنیم صابونتون مثل هیتلریم. برنده این بتل کدوم کشور بود؟ شما تو کامنت ها بنویسید. بذارید من اینو درست کنم. شما تو کامنت ها بنویسید. خب بچه ها، اینم از این ریاکشن ویدیو بود. امیدوارم که لذت برده باشید و اینکه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا به ریاکشن ویدیو دیگه. فعلا خدا